می‌دانیم که به آگاهی اهمیت می‌دهید و درباره دانش فکری و معاصر سوالات زیاد در ذهن دارید. ما برایتان برنامه‌ای تنظیم نموده‌ایم که به کمک آن می‌توانید بسیاری از پاسخ‌های خویش را دریابید. امیدواریم آگاهی بخش جدایی ناپذیر دانشتان باشد. برنامه آگاهی دوشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 10 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز رادیو حریت به برنامه آگاهی خوش آمدید. خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار گرفته ایم و همچنان از شما درخواست داریم که تا پای برنامه ما را همراهی کنین. در برنامه قبلی در مورد جنگ روانی صحبت هایی داشتیم و همچنان اهداف جنگ روانی را نیز به صورت تفصیلی صحبت کردیم. در این برنامه ما در مورد انواع جنگ‌های روانی صحبت خواهیم کرد، چنانچه قبلا هم به شما یادآور شدم. کشورهای استعماری از روش‌های متفاوتی در جنگ روانی بر علیه ما مسلمانان استفاده می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از اولین چیزی که خیلی ها بر علیه ما مسلمان ها استفاده می شود شایعه است. شایعه را چنانچه ما و شما می دانیم ادعای مشخص است که هدف برانگیختن باور مخاطبا را داره و از یک دهن به دهن دیگری، از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود و همچنان جالب این است که در شایعه هیچ گونه سند و مدرک مطمئنی وجود نداره. اما به خاطر چی میخواین که شایعه را در بین جامعه اسلامی، شایعات پراگنده و شایعه های گوناگون را در بین مردم رایج و نشر و پخش بکنن؟ اهداف زیادی دارن. یکی از اهدافشان است که میخواین که نگرانی ها و اضطراب در مردم افزایش پیدا بکنه، به گونه‌ای که انسانهایی که در او جامعه زندگی میکنن با یک نوع دلهره و اضطراب زندگی بکنن، مانندی که ما نمونه بارزش را در فعلا داریم. مثلا چنان شایعات مختلف با زاویه های مختلفی از طرف افراد مختلف و از طرف چنانچه در تعریف شایعه گفتیم که از فرد به فردهای دیگر منتقل میشه که وضعیت اقتصادی افغانستان خراب است و آهسته آهسته افغانستان به سوی هلاکت میره و بنابراین به اصطلاح اقتصاد افغانستان خراب میشه و جامعه جهانی کمکایش از بین میبره و دولت به رسمیت شناخته نشده. بنابراین این شایعاتی است که همه اینها میخوان با نشر اینمی شایعات نگرانی و اضطراب مردم را زیاد کنند، در حالی که ما وقتی که در جامعه میگردیم به او حدی که در رسانه ها مطرح میشه، به او حدی که به اصطلاح شایعه پراگنی میشه، شایعه نشر و پخش میشه، به او حد اقتصاد مردم بد نیست و روال زندگی خوب پیش میره و همچنان بر اساس دید و تجربه‌ای که ما داریم روز به روز وضعیت اقتصادی هم رو به بهبود است تا به زوال باشه. اما متوجه میشیم که اینجا مقصود از نشر و پخش شایعه ها هم است که مردم یک نوع اضطراب در اونها ایجاد شود، یک نوع نگرانی در اونها ایجاد شود و یک نوع دلهره در اونها ایجاد شود، نسبت به آینده خود نامطمئن باشن، نسبت به اصطلاح برنامه های خود نامطمئن باشن، نسبت به سرمایه گذاری هایی که وجود داره یا وجود خواهد داشت اونها را نسبت به وضعیت بی باور کنند. این یکی از بزرگترین اهداف نشر و پخش شایع در میان جامعه های اسلامی هست. و همچنان هدف دیگی که اکثرا در پس ایجاد
شایع می باشه او ایجاد بدبینی نسبت به نظام و مسئولین است که بسیار یک مسئله مهم است و حتی می تواند یک آثار نامطلوب را هم در پی داشته باشه. ما وقتی متوجه میشیم در سطح جهانی متوجه میشیم میبینیم که اکثرا رسانه ها یا اکثرا موارد کشورهایی که دچار انواع مختلف مشکلات هستند اما به اصطلاح ایده یا دیدگاه های حاکم جهان اختلاف ندارن، بدان اونها در اذهان مردم هیچ نوع بدبینی نسبت به اونها نشر و پخش نمیشه. مثلا نمونه بارز را که ما داشتیم در امریکا چند وقت پیش به گفته خودشان یک تا مسلمان را از کمیته روابط خارجه بیرون کردن. منظورشانی بود که چرا بیرون کردن، هدفشانی بود یا به اصطلاح علت اساسی بیرون کردنشی بود که برخلاف اسرائیل صحبت کرده بود. در حالی که بسیار یک نکته بسیار پوینت منفی است در قسمتی که اونها از یک طرف آزادی بیان میگن، از یک طرف سیکولاریسم میگن و انواع مختلف واژه ها و اصطلاحات مختلف را اونها با کار میبرن، ولی با آن هم میبینیم که هیچگاه رسانه ها اینمی مسئله را بزرگ نمیکنن، نمیخواین بگوین که مثلا اینی یک حقیقت است، در حالی که یک شایعه نیست بلکه یک حقیقت است، در حالی که باید این در سطح جهانی مطرح شود و به عنوان یک فاک منفی و به عنوان یک به اصطلاح دروغگویی دموکراسی یا به اصطلاح سیکولاریسم و اینها تبارز داده شود به عنوان یک حقیقت. اما میبینیم که این گونه نیست، بلکه گویا بسیاری مانندی بسیاری از کشورهای دیگری که انواع مختلف ظلم و ستمها را روا می‌دارند، از آن جایی که در برابر مسلمان نیستند یا به اصطلاح دولت‌های مسلمان نیستند، مربوط کیش خودشان هستند، اونجاست که اونها را زیاد تحت فشار قرار نمیدن و شایعه در اونجا پراگنده نمیکنن تا ای که مبادا باعث بدبینی نسبت به نظام مسئولین شود. ولی اگر در مقابل میبینیم که یک نظام اسلامی وقتی به وجود میاد، باز اینها همیشه تلاش میکنن که بیاین با انواع مختلف شایعه، مثلا یک از شایعه هایی که خیلی رایج است که نظامی پیشین کشته شد، یا مثلا جان مسئولین در خطر است، جان فلانی در خطر است. اینجا که متوجه میشیم که اینمی شایعات را که دی زیادی از مردم میره دهن به دهن و فرد به فرد انتقال میتن، هیچ هدف دیگه نداره. منظور و هدف او تنها میخوان که فاصله میان مردم و نظام را و همچنین مسئولین و مردم را زیاد بکنن، ایجاد بکنن و بعد از او را زیاد بکنن، در حالی که وقتی ما متوجه میشویم باید که یک از انواع جنگ روانی شایع است. آن چیزی را که ما میشنویم یا آن چیزی را میخوایم بگوییم آیا واقعا یک سند مطمئن داره؟ آیا یک چیزی هست که مورد قبول باشه و معتبر باشه باز او را بخوایم نشر و پخش بکنیم؟ اینجاست که اکثر ما و شما متوجه میشیم که زیاد از موارد میخوایم صحبت بکنیم و او را در جریان هم میگذاریم، در حالی که او از حقیقت و از واقعیت خالی هست. مسئله دیگه ای که در پس پرده شایعه وجود داره او ترور شخصیت‌های دینی، لکه‌دار کردن شخصیت‌های مسئولین نظام اسلامی و ارزش‌های اسلامی است. واقعاً که اکثر شایعاتی که متاسفانه در جامعه‌های اسلامی رایج هستند، اکثر اونها همیشه کوشش میکنن که شخصیت‌های دینی را تحت شعاع قرار بدن. مثلا ما شما میبینیم که متاسفانه بسیار شایعه‌های در مورد علما در میان جامعه اسلامی خاصتا در جامعه افغانی نشر و پخش گردیده. هر فرد به عنوان مختلف صحبت‌های مختلفی در مورد علما میکنه، حال اونها سند و مدرکی ندارن، مثلا یه عالمی تو کرد و عالمی تو کرد و حتی در مجالس صحبت میشه که واقعا یک کار زشت و ناپسند است. چرا؟ به خاطر که ما نباید در پس شایعات باشیم. آیا واقعا چیزی را که میخوایم از عالم یا از دانشمند یا از ملا حکایت بکنیم، آیا او واقعا عالم و دانشمند امو را گفته؟ آیا واقعا عالم و دانشمند می کار را کرده؟ اینجاست که اکثر شایعه هایی که در جامعه ما وجود داره، مثلا یک شایعه دیگه که ارزش های اسلامی را تحت شعاع قرار میده، متاسفانه در جامعه میبینیم مثلا میگه که فرد با حجاب از فرد با حجاب که در فرد بی حجاب خوب است، در حالی که
اگر دقیق شویم که به هیچ عنوان این یک گپ درست نیست، ولی شایعی است که در بین مردم رایج شده، یا انواع مختلف شایعات دیگری که متاسفانه ارزش‌های اسلامی، نظام اسلامی را تحت شعاع قرار میده. و همچنان مسئله دیگری که منظور از پراگنده کردن شایعه در جامعه اسلامی است، ایجاد فضای ناسالم اجتماعی است و همچنان ایجاد تفرقه در میان مردم برای از بین بردن وحدت و یگانگی که پیروزی هر ملت تنها در سایه اتحاد به وجود میاد. میان شایعه پراگنی میکنن، یک قوم با قوم دیگر، یک ملیت با ملیت دیگر، یک فرد را با فرد دیگر با انواع مختلف شایعات میخوان بجنگانن. یکی را به عنوان مثلا تاجک، یکی را به عنوان پشتون، یکی را به عنوان ازبک، یکی را به عنوان سیاه، یکی را به عنوان سفید، البته با انواع مختلف شایعه های، یکی را به عنوان مذاهب. کوشش میکنن که با پراگنده کردن شایعات که مثلا او را نمیخواه، او ای را نمیخواه، در حالی که اگر تحقیق بکنیم واقعیت مسئله است که کلی مسائل دروغ است. اما متاسفانه جامعه اسلامی زود تحت اینمی شعاع قرار میگیره و بدون تحقیق باز در صدد از بین بردن وحدت و یگانگی میشه. و همچنان منظور دوم یا نوع دوم جنگ روانی را هم میتونیم در تحریف واقعیت ها بیان بکنیم. منظور ما از تحریف واقعیت ها ای است که این یک روش است که دشمن همیشه سعی میکنه که اذهان عمومی را از حقایق و واقعیت ها منحرف بکنه و این باعث می شود که مسائل یک طور دیگه جلوگر شوند، یا باعث میشه که مردم از پیام ها و جریانات به گونه‌ای برداشت بکنن که فرد گوینده یا فرد تحریف کننده میخواه. و این نکته مهمی است که حتی روش‌های دیگر اغلب تحت همین هدف و کار برده میشه. ما نمونه‌های بارز داریم. مثلا وقتی که میبینیم متوجه میشیم که واقعیتی است که اکثر مردم با ارزش‌های اسلامی، خاصتا در جامعه افغانی، اکثر مردم با ارزش‌های اسلامی، با نظام اسلامی، با علما محبت خاص خود دارند و همیشه و سعی دارن در خدمت علما قرار میگیرن، سعی دارن تا ارزش‌های اسلامی را حفظ بکنن و به او میبالن، افتخار میکنن که در راه اسلام فداکاری داشته باشن، ارزش‌های اسلامی را انجام بدن. اما وقتی که ما متوجه میشیم که در جنگ روانی طوری وانمود میشه که گویا مثلا 5 نفر یا 10 نفر را بزرگ نمایی میکنن، در هر جای آزرش میکنن و بلندگوی صدای او میشون و بعد میگن که واقعیت این برعکس است، در حالی که واقعیت او نیست که برای ما و شما بیان میکنن. واقعیت است مثلا ما وقتی که هر فردی که به عنوان یک فردی که در نظام اسلامی یا در جامعه افغانی زندگی میکنه فکر بکنه که آیا واقعا با اسلام یا ارزش‌های اسلامی حجاب است، به اصطلاح امر بالمعروف است، گذاشتن ریش است، اقامه نماز هست و انواع مختلف ارزش‌های دیگه‌ای که ما شریعت ما پر از ارزش هست، ما به عنوان یک فرد خود ما فکر کنیم آیا با اقامه اینها، با انجام دادن اینها خوشحال هستیم یا خسته؟ بدون شک همه ما و شما افتخار میکنیم که این ارزش‌های اسلامی را ما تطبیق کرده بتانیم، به او عمل کرده بتانیم. بنابراین وقتی که باز بس جنگ روانی باز کوشش میکنه که اینمی واقعیتی که در همه ما و شما جریان دارد، در همه ما و شما وجود داره، این واقعیت را تحریف بکنه و بر مردم طوری نمایش بده که مردم نه دوست ندارن که ارزش‌های اسلامی را بخونن، علیاذ بالله. و تا حد زیادی در جامعه ما و شما متاسفانه از اینمی تکتیک استفاده میشه، واقعیت ها را تعریف میکنن و اکثر مردم تصور میکنن که واقعیت چیزی است که اینها میگن، در حالی که واقعیت و حقیقت غیر از آن چیزی است که اینها میگویند. شیوه دیگه‌ای که در جنگ روانی یا یکی از انواع دیگر جنگ روانی را میتوانیم در اغراق و مبالغه بیان بکنیم. این روش ساده و در عین حال کارآمد است. در جنگ روانی به 2 طریق مورد استفاده قرار میگیره. دشمن نقاط ضعف یا کمبودها و مشکلات موجود طرف مقابل را بیش از اندازه بزرگ جلوه میده و بر او تاکید میکنه تا بر نگرانی مردم بیفزاید. مثال زنده مبالغه وضعیت امروزی کشور ماست که متاسفانه
یک سلسله نکات ضعف اقتصادی یا مثلا عدم رسمیت شناختن از طرف دولت ها که کلش مربوط به خود اون مردم میشه، در حالی که اونها دچار مشکل هستن، ولی کوشش میکنن که بعضی مسائل را اینها جمع‌آوری بکنن، کوچک کوچک او را بزرگنمایی بکنن تا ای که بتونن از این طریق نگرانی مردم را زیاد بکنن که انشاءالله موفق نخواهند شد. شنوندگان عزیز برنامه آگاهی، و مورد دیگری که وجود داره، موارد مثبت را که در خود داره، باز او را بزرگ جلوه میتن. موارد مثبت را که اینها در خودشان داره او را به جامعه معرفی میکنه و در اذهان عمومی بزرگش میکنه تا از این طریق افراد را به خود جذب بکنه. این دو حرکت در کنار هم نتیجه بهتری را برای دشمن برمیگیرن. از یک طرف میخواد که یک نظام اسلامی را، ارزش‌های اسلامی را زشت جلوه بده و از طرف دیگر اونمو برهنگی و عریان و نظام حیوانی خیش را خوب توصیف بکنه با انواع مختلف تکتیک ها. بنان این نتیجه خوب میگیره که او فرد از اون متاثر میشه و نگران میشه و به این طرف خود به خود جلب میشود. بنان باید ما مسلمانان به عنوان مسلمان در برابر جنگ روانی یا جنگ فکری خیلی ها متوجه باشیم و دقیق باشیم که دچار این دسیسه ها قرار نگیریم. و همچنان نکته چهارم یا نوع چهارم جنگ روانی را میتونیم به عنوان تفرقه یادآوری بکنیم. از اون جایی که وحدت و یگانگی عامل اصلی در موفقیت هر ملت و هر نظام و هر حکومت هست، تفرقه نیز برعکس عامل اصلی ذلت و بدبختی و شکست و ناکامی هر ملت است. و این روش تقریبا نتیجه تمام روش هایی است که دشمن در جنگ روانی به کار میبره. و در حقیقت دشمن در براه انداختن جنگ روانی همیشه و اکثرا در پی ایجاد تفرقه میان مردم و حاکمان است تا از این طریق بتوانه که منافع خود را به دست بیاره. استعمارگران همیشه میکوشند که برای تبلیغ از علما و روحانیون استفاده کنند که وابسته به استعمارگرانند و از لحاظ اخلاقی دارای مشکل هستند و چهره منفور از اسلام را به مردم ارائه میکنند تا مردم دین زده شوند و از دین کنارگیری بکنند. و دقیقا شاید وقتی که من این جملات میخوانم تعداد زیاد از مردم به ذهن من میاد که واقعا لابیگری اونها به خاطر به دست آوردن یک اندک متاع دنیوی و زشت جلوه دادن دین، زشت جلوه دادن نظام اسلامی و تبلیغ برای استعمارگران چقدر کار میکنن. از طرفی هر شخصی را که آگاهانه و صادقانه و مخلصانه برای احیای دین و عقاید دینی تلاش میکنن، او را کوشش میکنن که به نوع و انواع مختلف از مسیرش منحرف بکنن و از کار برکنارش بکنن تا از این هدف مقدس باز بمانه. و به این ترتیب دشمنان اسلام با دو اسلحه بسیار خطرناک به جنگ با مسلمانان میپردازند. یکی از این سلاح‌ها در دست خود مسلمانان است و علیه یک دیگر از او استفاده میکنند. دیگری اسلحه است که در دست استعمارگران قرار داده و در دست استعمارگران قرار داره و به صورت نهایی از پشت پرده او را علیه مسلمانان با کار میگیرند. با کار گرفتن یک دسته از علمای دینی که مزدور استعمارگران هستند و تیشه بر ریشه اسلام میزنند، تأثیر بسیار بسیار مخرب بر جامعه اسلامی گذاشته، زیرا آنها رسما مسائل دینی را یا نظام ها را به دست میگیرند و استعمارگران در پشت پرده برای بزرگنمایی و محبوبیتشان در بین اقشار مختلف مردم تلاش میکنند و حتی با آنها نوعی تقدس هم میبخشند، اما در ظاهر به آنها مخالفت میکنند تا مردم آنها را سمبل دینداری بدانند و الگوی دینی خود قرار بدهند و از آنها تقلید بکنند. این مکانیزم مهمترین و در عین حال ساده ترین روش برای گمراهی گروهی از مردم است، علال خصوص او دسته از مردمی که آگاهی چندان نسبت به عقاید دین اسلام و تاکتیک های مکارانه دشمنان اسلام ندارند. آنها با این روش ساده خیلی راحت فریب میخورند
و چنانچه اشخاص آگاه یا احزاب و گروه های روشن فکر دینی مردم را از نقشه ها و توطئه های استعماران مطلع بگردانند و چهره واقعی شیطانی آنها را به مردم نشان بدن از طرف دستگاه و رسانه های تبلیغاتی به عنوان گروه های ناآگاه، بنیادگرا، تروریست، افراطی، متدین، پسمانده و عقب مانده به جهانیان معرفی میشن و استعمارگران روش ها و میکانیزم های مختلف برای اغفال و فریفتن مردم داشته و برای اجرای نقشه ها و حصول اهدافشان بسیار ماهر و زبردست هستند. طرحهایی که از آنها بحث شد امروزی نیستند، بلکه مدت هاست که در دست اجرا بوده و اکنون به عمل در آمدن. البته باید بدانیم که عده‌ای از روحانیان، علمای دینی مزدور استعمارگران هستند و مانند رباط مجری سیاست متاسفانه استعمارگرا می باشند. اجرای چنین نقشه های نیازمند دقت و زمان و امکانات و بودجه و تجربه و مهارت بسیار است و نیروهای بسیار مکار و هوشیار می طلبد. البته بسیار طبیعی است که آنها هدفشان منفور کردن اسلام و جامعه اسلامی است. دشمنان کوشش میکنند که تعلیم یافتگان خود را در پست‌های مهم و حساس کشورهای اسلامی بگمارند و در کنار یک گام دشمنان چنین وانمود میکنند که با مردم که این افراد روشن فکر هستند و میخوان مردم را به اسلام راستین دعوت کنند و انواع مختلف که یکی از نقشه های خیلی ماهرانه غرب است. و اگر شما یک بار به تحقیقات بپردازین، اکثر مثلا کسایی که در جامعه های اسلامی به اصطلاح در نظام های بشری در قدرت هستند، در خاصتا در جامعه های اسلامی، اوها متوجه باشین که از پانتون های امریکایی یا به اصطلاح از جاهایی که در اوجا بیشتر روی اهداف و پالیسی های کشورهای غربی بحث میشه و تربیه میشن، از اونها فارغ هستن و آمدن به خاطر منفعت کشورهای غربی قدرت را گرفتن و هر آن چیزی را که انجام میتن جز به خواست اونها و به خاطر تامین منافعشان دیگه هیچ اهدافی را ندارن. و وقتی که حکومت‌های اسلامی همین قبیل افراد را جذب نموده و زمینه خدمت برای اینها فراهم بکنه، این افراد باز علیه اسلام دست به شایعه پراگنی میزنند و در پشت پرده تمام توان خود را برای کنار گذاشتن و منع فعالیت‌های اسلامی به کار میگیرند. علاوه بر این موارد حقیقت را برعکس به گوش جهانیان میرسانند. گاهی حتی مزدوران خود را برای جاسوسی و ایجاد تفرقه میان مردم میفرستند و این روش تاثیر نامطلوب بر مسلمانان میگذاره و اغلب آنها را دچار مهنت و اندوه میسازد. ولی مهم نیست که این کار مستقیما توسط استعماران صورت میگیره یا توسط گروه ها و سازمان های داخلی که به هر حال در رأس که در راستای رسیدن به اهداف پلید استعمار صورت میگیره. و مورد دیگی که قابل یادآوری است ایجاد و شک، تردید و اتهامات واهی نسبت به عقاید و باورهای دینی است تا با این وسیله بتونن مسلمانان را ایمانشان را ضعیف بکنن و اعتماد و اطمینان قلبی اونها را نسبت به آموزه های دین اسلام کم بکنن که انشاءالله به هیچ عنوان کفر یا در این جنگ روانی یا فکری موفق نمیشه، ولی کوشش بکنیم که شیوه ها و انواع مختلفی را که اونها استفاده میکنن از او آگاه شویم تا دچار دسیسه های اونها یا شکار دسیسه های اونها نشویم. از طرف دشمنان اسلام و به تعبیر بعضی ها عقب ماندگی کشور و اجتماع را ناشی از دین اسلام احکامی و قلمداد میکنند و همزمان با دیگر ادیان آسمانی را با اسلام مقایسه میکنند و این ادیان تحریف شده را به عنوان ضامن خوشبختی به مردم میشناسند، مثلا عیسویت یا یهودیت را، در حالی که این ادیان حتی اگر تحریف نمیشدند در مقایسه با دین اسلام از نوع نقص نسبی برخوردار می بودند و چه برسد به امروز که اینقدر تحریف شدند و چیزی از اصل اونها باقی نماند. البته اغلب مردم به این امر آگاهی دارند که اسلام با ادیان بیشین قابل مقایسه نیست، زیرا اسلام دین واقع‌گرا، کامل، جهانی، مترقی است و می‌خواهد که انسان را به قله بلند تمدن، معرفت، پیشرفت و آرامش برساند. دین اسلام پیروانش را وادار می‌کند که اهمیت بسزای به علم و دانش بدن و اولین آیه‌هایی که هم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده مسلمانان را به فراگیری علم و دانش
فرمان میته و علم و آگاهی و معرفت را به انسان میآموزاند. و همچنان مسئله خیلی خیلی مهم، مسئله دیگه است که ساختن جوک و داستانهای تمسخرآمیز به منظور بی احترامی و تحقیر علمای دین و احکام و عبادتهای دینی است. این نکته هم یکی از انواع جنگ روانی است که در برابر مسلمان ها کفر ایره استفاده میکنه. این مسئله نیز تاثیر بسیار زیادی در تضعیف ایمان برخی از مسلمان های بیماردل و همچنان از یک طرف دیگه جامعه را نیز تحت فشار قرار میده تا نتوانند در برابر طعن زنان مقابله بکنند. این افراد به مرور زمان تسلیم افکار و باورهای اونها میشوند و این روش ساده و سطحی هم نیست، بلکه گروه ها و دستگاه های ویژه به او اختصاص داده می شود و نتیجه کار این گروه کمک قابل توجهی به پیشرفت کار استعمارگرا و مهاجمای فکری در کشورهای اسلامی می کند. خواه مسلمانان این تهاجم را احساس بکنند خواه احساس نکنند، چرا؟ زیرا که تمام اندیشمندان و متفکران نویسندگان و مبلغان دینی واجب است که در حد توانشان هوشیارانه با این تهاجم‌های فکری جدید به مقابله بپردازند و مردم را از این خطرات آگاه بکنند تا همه ما شما بدانیم که دشمنان اسلام با این تکتیک ها میخوان به تحقیر و اهانت اسلام و حرکت های اسلامی بپردازند. احزاب و حرکت های اسلامی را تلاش بکنند که اسلام عظمت گذشتهش را باز یابد و بتواند همگام و همراه با تکنولوژی و تمدن امروزی مردم را به سعادت و خوشبختی دو جهان راهنمایی بکنه. و نوع دیگی که در جنگ روانی وجود داره او دور نمودن نسل جدید از تاریخ حقیقی گذشته و وضعیت امروزشان را و همچنین بزرگنمایی یک سلسله معایب که برخی از مسلمانان در گذشته و حال مرتکب او شدند تا به این وسیله افکار جوانان و مسلمان را آشفته بکنند و اسلام را به عنوان علیاذ بالله دین ناقص و عقب مانده به آنها معرفی بکنند. و همچنین گروه های ویژه‌ای را هم مأمور میکنند تا قداست و حرمت به دین اسلام را با یک سری اتهامات بی اساس و بزرگنمایی عیوب مسلمانان لکه‌دار بکنند. بدون شک انواع جنگ روانی خیلی زیاد است. ما در این برنامه تانستیم نوعی از این تاکتیک ها را بیان بکنیم که به صورت خلاصه میشه بیان بکنم که تکتیک نوع اول جنگ روانی شایعه هست، نوع دومش میتونیم تحریف واقعیت ها بگوییم، نوع سومش اغراق و مبالغه هست، نوع چهارمش تفرقه در میان مردم هست و همچنان نوع پنجمش استعمارگرا میگوشه که از تبلیغ علما و روحانیونی که وابسته به استعمار است از اونها استفاده بکنه. نوع ششمش میتونیم که بگوییم که تعلیم یافتگای غربی و کسایی که با فکر غربی هستن اونها را در کشورهای اسلامی میفرستند تا پستها و مناصب دولتی را در اختیار قرار بگیرن و از او طریق کار بکنن. و همچنان شیوی نوع هفتم جنگ روانی ایجاد شک و تردید و اتهامات واهی است و همچنان نوع هشتم ساختن جوک و داستانهای تمسخرآمیز به منظور بی احترامی و تحقیر علمای دین و احکام و عبادتهای دینی است و نوع نهمش هم دور نمودن نسل جدید از تاریخ حقیقی گذشته که ما یک تمدن طلایی بزرگی داشتیم که از زمان خلافت راشده تا زمان خلافت عثمانی در بیشترین حصه جهان اسلام حکم فرما بوده و بهترین نظام های اسلامی را داشتیم. به هر حال از اینکه وقت ما رو به اتمام است، شنوندگان عزیز ناچار با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی شما را به الله پاک و لایزال میسپاریم. میدانیم که به آگاهی اهمیت میدهید و درباره دانش فکری و معاصر سوالات زیاد در ذهن دارید. ما برایتان برنامه‌ای تنظیم نموده ایم که به کمک آن می توانید بسیاری از پاسخهای خیش را دریابید. امیدواریم آگاهی بخش جدایی ناپذیر دانشتان باشد. برنامه آگاهی
دوشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 10 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.